سلام عرض ادب به شما بیننده های شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان. آرزو دارم، تمنا دارم هر جای که هستید جور و صحتمند و کامیاب و کامگار باشید. دوستای گرامی، خوشحال هستیم که امروز با یکی از برنامه‌های جدید نزد شما قرار داریم. جوانای امروز پالوی ما نشسته که جوانای بسیار روشنفکر، بسیار جوانایی هستند که یک اتحادیه دارن، به حساب مدت سال هاست که کار میکنن و میخواهیم که اینا خودشان به نوبت خود برای شما دوستا معرفی کنن. تشکر زبیر جان محترم. نام فواد سازه است. من در شهر هامبورگ زندگی میکنم و من در این سال فاکولته خود ختم کردم و نیت میسه که اگر شود آینده ادامه بتم. یکی از پیشنهادهای ازی بود که برای من شدن است از دوستای محترم گفتن که اگر در رشته افغانستان تو دکترا نوشته کنی، چون راهی ترانزیتی افغانستان فعلا فعال نیستن، ایرا کسا توسط ریاضی و توسط اینچی فرمول اقتصادی ایرا کسا چی کنین یک کانسپت خوب برش بسازیم. من یک از دو ماه فعالیت من 2 سال میشه، تقریبا 2 سال که 2 سال 2 ماه میشه، 2 سال تقریبا 2 سال میشه که این چی دی اتحادیه را کسا ایجاد نمودی بلدش فعال هستیم. رامین جان، خودتان چی گفتنی داری ببینید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت بیننده‌های عزیز و شما. با تشکر از اینکه دعوت کردین مرا. رامین احمدی هستم از انجمن افغان پیس میکر. ما یک تعداد جوان هستیم که در هامبورگ فعالیت داریم و فعالیت‌های اجتماعی فرهنگی داریم و کوشش میکنیم که تا جایی که در توان ما باشه به جامعه خود، به مردم خود، به کشور خود خدمت کنیم. بسیار خوب. تا جایی که من معلومات دارم رامین جان، شما بسیار جوانای بسیار فعال هستین، مثلا کلتان محصلین هستین، کلتان روشن فکر هستین، تلاش دارین که مثلا مردم ملت افغانستان در حالت فعلا در یک حالت بسیار بد قرار داره که کشت و کشتار، قتل عام، انتخابات، و شما میخواهید که صدایتان از طریق کنفرانس ها و از طریق امی برنامه‌ای که داریم ما و شما با مردم در سر تا سر دنیا برسانه. و خوشبخت هستیم که امروز با شما جوانا سر کار داریم به حساب افغانستان و یا مردم ما و شما با میتو جوانای نیاز دارن به حساب که از صمیم قلب امو دل پاک به حساب بخیزن در مقابل همچون نظامی که امروز در افغانستان وجود داره. خب هر صورت حرفای خدا زیاد ادامه نمیتیم، میریم با سراغ تلفن هم که دوستا چی گفتنی ها دارن در مورد از این برنامه نو ما و میتونن در مورد جنگای داخلی و خارجی افغانستان مثلا صحبتای داشته باشن. نظرها مختلف است، نظرهای بینندارم میگیریم. شما دوستای گرامی میتونی همین حالا به طور مستقیم امرای ما به تماس شوید. نمره استودیوی ما در چین نوشته است در پرده تلویزیون و شما میتونه همین حالا امرای ما کانتکت بگیرید. بیننده های تلویزیون پیام افغان، برنامه انعکاس یک برنامه نو جدید است. خواستیم که صدای جوانا را از طریق برنامه انعکاس به کل دنیا و به سر تا سر مردم ملت افغانستان در هر گوشه کنار دنیا که هستند برسانیم تا کدام حق حقوقی که در افغانستان یا در کشورهای دیگه دارن برشان برسه. خب بر صورت دوستای گرامی، میریم از فواجان یک سوال داریم. سوالا خود است. میخوایم از فواجان یک سوالی را بپرسیم که اینا یک جوان هستن، میخواین که همون معلوماتی که داره بر شما ارائه کنه. فواجان قن 30 و یا 35 سال قبل مردم غیور افغانستان را دنیا به نام با غیرت ترین، با شهامت ترین و با همت ترین مردم دنیا جهان را میشناخت، مردم ملت افغانستان را میشناخت. این باعث چی شد که حالا به نام تروریست و به نام القاعده و به نام وطن فروش میشناسی شد؟ بتانی به طور خلاصه و بینید معلومات. من که فکر میکنم در تاریخ افغانستان همیشه قدرت از خاطر چوکی بود، سر کرسی بود و اکثرت افغانای ما در وقتای زمان قدیم
به نظرم بسیار وطن دوست بودن و وابین از واقع از اتفاق هم زیادتر بود نسبت به امروز. دو جنگ‌های مثلا که افغانستان که انگلیس داشتن و همشا یک دست بودن، مابینشون نه فرق هزاره بود، نه پشتون بود، نه تاجیک بود، نه ازبک بود، کلشون یک جا میشن وقتی که کشور ما در خطر بود. ما که فکر میکنم اکثریت از اون غازی‌ها با شهادت رسیدن و باقی موندن، شاید یک تعدادشان که اینقدر وطن خود دوست نداشتن مثل که اونها داشتن، فکرشان با دیگه چیزا بودن، با پول پیسه و با قدرت چاقی. بله بالکل. و ما که فکر میکنم یکی وجه ایشینی هم هست که مردم ما در افغانستان همیشه یک ذره عقب ماندن. یقینا تحصیلات تعداد که کسایی که تحصیل کرده بودن خارج رفتن و دیگرها از خاطر که چون غریب بودن، بیچاره بودن، گناه از هم نیست، حالت خراب بود و نتونستن که خدای مکان برسن که توسط زو پیشرفت زیر نظر بگیرن. و این یکی مسئله داخلی است و یکی مسئله خارجی است. از طرف خارج سرزا نفرار کسای اشخاصی بودن که با روی اسلام با روی دیگه از نام اسلام سوء استفاده میکردن که یارا بر خود یارا تربیت کردن و چیزی که ما میخواستیم خصوصا کشورهای دیگه. من یک مثال میتونم دور نمیرم مثل که پاکستان. یقینا عمر پاکستان تقریبا 67 سال تیر شده. اینی پاکستان مثال افغانای ما بودن وقتای داوود خان با رزو یک ایسی افغانا بر خود کسای اصلا افغان خود ما رفتن اونجا کسایی که جهاد میخواستن کنن چون با از کمونیستی میترسیدن رفتن. چیزی که درخواست که وقت داشتن از پاکستان و این بود پیشنهاد بدن که ما افغانستان هم میخوایم افغانستان جهاد کنیم و یه آقای برشون زمین هم مساعد شد که یا تکت پاکستان همکاری کنن، پاکستان رو تشویق کردن که برن افغانستان. تشکر فواد جان قند. ما که فکر میکنم بهتری باشه که خود برای بینندگان معرفی کنیم که کدام پروژه رو ما داشتیم که بفهمن که با کدام رشته ما کار میکنیم. ما اگه اجازه باشه شروع کنیم کوتاه میتونید. در سال 2012 در ماه اکتبر ما دکتر بشردوست نیز دعوت کردیم. ما از آمدنش بسیار سپاسگزار هستیم که کتما مهربانی کردن. ما می‌خواستیم که یک شخص رو اینجا بیاریم که برای مردم آگاه بشه از حالت افغانستان خودشون و دی رشته ما تونستیم که در آلمان در شورای مختلف کنفرانس ها رو بگیریم، کنفرانس ها رو دایر کنیم. ما دی کنفرانس ها کتما بسیار وطندارای ما کتما کمک شدن و حساب اقتصادی موضوعم سپاسگزار هستم. خصوصا سپاسگزاری از دکتر صاحب صوفی میکنم که توسط از ما تونستیم در پارلمان آلمان کاتب بشردوست صاحب محترم اونجا کشان صحبت کنیم و همچنان از کریم پوپل که وکیل است بریمان زندگی میکنه و هم کتما چند کن که ابو وکیل کس بله وکیل است بله کتما کمک کن که استر مصارف دیگه سرما بوده بودن که نان شد و کتما انسانیت کردن مالی کمکتان کرد. بله مالی هم کتما کمک کردن. بله ما را کسا تا در دکتر صاحب اشرف سفیر افغانستان که در برلین است ما را در سفارت دعوت کردن استر دکتر صاحب بشردوست که صحبت داشتیم. ما این یک چی بود یک فعالیت شما بود که در ابتدا کردیم و ما تونستیم که افغانای ما را کسا که چیزی که بشردوست صاحب گفتنی داشت براشان رسید. بسیار موضوعی که خوش ما بسیار افغانای ما کسا تشریف آوردن. در مسئله دوم فواد جان اگه این چی بده برای ما که دو معلومات زیاد داره. فواد جان رامین جان هم معلومات خود با بیننده ارائه میکنه. میریم با سراغ یک کلیپی که جناب شریفی صاحب ارائه کرده، درست کرده، آماده ساخته. میریم این تماشا میکنیم، باز دوباره با برنامه برمیگردیم.
فواد جان امی اقدام را، امی گام را که برداشتی به خاطر چی و چرا برداشتی و هدف و مقصد از این برنامه شما چیست؟ شما میتونی با طور خلاصه به بیننده جواب بدید. ما میخواهیم که در افغانستان یک تغییرات بیاید و ما توسط تلویزیون میتونیم که اشخاص به تماس شویم که او هم این هدف هم مثل ما دارن. ما میخوایم که یک جنبش به وجود بیاید، نه فقط صحبت شود بلکه افغانان را یک جای کنه و ما میخوایم که فقط یک جای مرکز برای مردم باشه که برای شخصای دیگه باشه که ما یک جای شوند که ما بتونیم افغانستان یک تغییر بدیم. ما میتونیم برای شما پروژه را کسی باز یادآوری میکنیم که ما چی کردیم، کسایی که علاقمند هستن، کسی که میخوان که ما پیش برن و میخوان که ما یک جای بشینن، میتونیم توسط این برنامه به وجود بیاید و ما میخوایم که اطلاعات را که ما جمع کردیم طول 2 سال که برای بایندگاه ایره کسی که ما فواد جان یک ضرب المثل ماست، میگه که چکله دریا میشه. اگر هر کس با این برنامه شما یک جای شوه، با این تیمتان یک جای شوه، میتونه مردم ملت افغانستان یک آینده درخشان و خوبه داشته باشه. ما میخوایم که خصوصا کسایی که فعال هستن، اتحادیه دیگه دارن، اونام یک جای شود برازا برسه. بله، پیغام ما برازا برسه که و هم که ما یک جای شون، شریک شون. فکر میکنم در شهر لوبیکم یک اتحادیه نو آغاز شده و حساب نو به فعالیت شروع کردن که تقریبا 540 نفر جوان از به حساب اونا میخواد که در این برنامه سهم بگیره، اما خصوصا اونمو رئیسایشان یا اونمو کلانترایشان. خب میریم به طرف رامین جان. رامین جان، شما امی پلانای نوی که داره یا هدفای نوی که داره یا مثلا پروگرامای نوی که داره، ایره چه وقت شروع میکنه و چه وقت میخوای پیش بره؟ اینمی حالا وقتتان از به حساب میتونی که آساسا به حساب گام به گام پیش رفته و بره. بله، من رقم که خدمت بیننده ها عرض کردم، خدمت شما هم عرض کردم. انجمن ما افغان پیس میکر است. یک تعداد از پروژه را ما شروع کردیم. یکی را که فواد جان گفتن دعوت آقای دکتر بشار دوست بود. ما طبق بررسی‌ها و نظرسنجی‌هایی که داشتیم متوجه شدیم که یکی از مشکلات بزرگ جوان‌ها در خارج از کشور عدم داشتن یک ارتباط صحیح با والدینشان هستند و این مشکلات باعث میشه که به اصطلاح اینا سرچشمه‌ای باشه به مشکلات بیشتر. درست است که پدر مادرها کوشش میکنن که زبان همون کشور را که در زندگی میکنن یاد بگیرن، ولی از طرف دیگه جوانای ما، بسیاری از جوانای ما هستن که متاسفانه به زبان مادری خود مسلط صحیح نیستن. از اون لحاظ ما آمدیم به اصطلاح 2 تا از پروژه‌های مهم خود به این موضوع اختصاص دادیم. یکی دایر کردن کورسای آموزشی زبان است که دری و پشتو در یونیورسیته هامبورگ دایر میشه. در هامبورگ و در کیل فکر میکنم فعلا از طرف ما در هامبورگ است که با آقای نظام همکاری میکنیم از انجمن آینه و این کورس ها هدف ما است که به اصطلاح جوانا یک مقدار به زبان مادریشان آشنا شوند. از این طریق میخواهیم که به اصطلاح فرهنگ خود بیشتر آشنا شوند، با فرهنگ خود بیشتر مطالعه کنیم. بله، 100%. و با نزدیک شدن به زبان و فرهنگ خود ما امیدوار هستیم که به اصطلاح مشکلاتی که بین پدر مادرها و اولادا به وجود میاد و سوء تفاهم هایی که بینشان به وجود میاد اینا کمتر شود و یا از بین بره. کورس های ما روزای 3 شنبه است، هر هفته از ساعت 6 فعلا در یونیورسیته هامبورگ برگزار میشه و دوستا و جوانایی که علاقه داشته باشن میتونن به ما از طریق ایمیل نشته کنن و یا ای که به سایت های اینترنتی ما مراجعه بکنن و اطلاعات بیشتر از طریق کسب بکنن. یکی از پروژه دیگه که در همین رابطه ما خواستیم به اصطلاح اختصاص بدیم برنامه تلویزیونی افغان است.
که در کانال تلویزیونی تید پخش میشه و به زبان آلمانی است. مجری برنامه قزجان زازای است. تا به حال 2 تا برنامه از این سری برنامه ها پخش شده، بسیار مورد استقبال مردم بوده و در این برنامه ما کوشش میکنیم که به اصطلاح 2 تا از جوانان را دعوت بکنیم تا به مسائل اجتماعی و فرهنگی به اصطلاح بپردازن و بحث و بررسی بکنن این موارد. خب رامین جان، میریم به یک سراغ تلفن دیگه. تلفن زیاد هست به حساب، نظرهای بیننده مهم است. ببینیم که کی و از کجا به تماس است. تلویزیون پیام افغان برنامه انعکاس شما را خوش آمدید میگیم. سلام علیکم. و علیکم السلام. شما کی و از کجا به تماس هستین؟ من قادری هستم و شهر هامبورگ صحبت میکنم. بسیار خوب، بفرمایید. من پروگرام شما را روی تصادف دیدم و خیلی جالب صحبت میکنیم بخصوص در مورد کار با جوانا. من یک پیشنهاد به شما دارم. شما خبر دارین که سالانه جشن تابستانی افغان ها در شهر هامبورگ دایر میشه. امسال شما میتونین در اون جشن تشریف برین و این پروگرامتون از اون طریق که تعداد زیادی افغان ها از کل اروپا جمع میشن از او را برشون ارائه بکنین که یک کمک بر شما دی طریق شده بتانه. تشکر آقای قادری صاحب، شما مهربان هستین. شما افغانایی هستین که هر سال امیتو برنامه ها را روی دست دارین به حساب امو عنعنات یا امو رسم رواجای ما را در اروپا و در کل دنیا تطبیق میکنه به حساب یا با مردم ما نشان میده که ما حالیم میتونیم اونمو فرهنگ خدا با طور آزادانه به حساب با کل نشر کنیم. خود تشکر آقای قادری صاحب. حتما چرا نه. میخواستم باز بر شما یادآور شم که الو بفرمایید روی خط است. که جشن ما به تاریخ 2 و 3 آگوست روزهای شنبه و یک شنبه در چمن اویندرف پارک اویندرف شهر هامبورگ. بابرک جان با شما در تماس خواهد شدم. شما هم دیگر دیدیم صحبت کردیم در این مورد. اگر خواستن در مورد هم میتونین که جمع جوانان زیاد هستن در مورد پروگرام هایتان یک معلومات بتن. فکر میکنم مفید خواهد بود. تشکر. روز خوش آقای قادری. ما خودم که از نزدیک دیدیم که صحبت کردیم. بسیار تشکری میکنم دیسا که ما همکاری میکنیم. ما بسیار خوش هستیم. چرا ما بخیر که شما تماس میشید. حتما ان شاء الله. یا شما کردید. جان چی گفتنی داره؟ چیز مهمه که یادآوری کنم. ما میخواستیم که در ماه آگوست 16 آگوست یک کنفرانس دایر کنیم. در این کنفرانس ها میتونن وطندارای دیگه که ما همکاری کنه، سهم بگیرن، هم دست شون. ما رو دعوت میکنیم که ما میخوایم یک حلقه ما بین خود جور کنیم. کسایی که فعال هستن و کسایی که میخوان وطن خود خدمت کنن، فقط جوانان نیست، سرسفیده ما میتونن که ما همکاری کنن اونجا باشن. به اون کنفرانس که از متین صاحب محترم از امریکا او رو دعوت میکنیم که اون اتاق دوران جرگه هستن. بسیار یک آدم نیک است. ما رو خود ما بسیار یک شخص فعال است. بسیار یک شخص فعال است. ما رو میشه تشویق کرده و بسیار از آمدن از کسی ما تشکر میکنم که قضاوت سرخط میگیره و میخواستن اینجا بیا و میخوان که در این برنامه ما را حتی در تلویزیون خود باز نشر بکنن. ما میخواستیم که در این کنفرانس یک کمیته جوانان که چی کنیم تشکیل بدیم و در این کمیته جوانای ما فقط جوان نیست. در این میتونه کسایی باشه که با وطن خود میخوان خدمت کنن. دو سال نیست که کسی 18 باشه 20 باشه. کسایی باشه که مهم مونمو افغانایی که مثلا از صمیم قلب میخواد مصدر خدمت کشور شوند. بله. کسایی باشن که میشه در کار خود فعال باشن. بسیار مهم است برای ما. در کار خود فعال باشن. چون از سخن گفتن ما مانده شدیم. سخن گفتن تا حال تا امروز که افغانستان تغییر نداده. توی چند سال 20 سال 30 سال تیر شد. حالا یک وقت است که یک گام بود داریم که حرکت به وجود بیاید. و دی خاطر کسی که ما کنفرانس دایر میکنیم. این معلومات درسته که با شما باز در سایت اینترنت خود ما کسی باز نشته میکنیم. مگر فعلا پلان ما میسه که تاریخ 16 آگوست باشه و هر کسایی هستن که از خارج اتم میان اونجا. هر کس میتونه در این برنامه شما در این کنفرانستان سهم بگیره. بله. خب رامین جان، شما چی پروژه های دیگه دارید آینده؟ شما میتونه وقت برنامه کم است، میتونید چند لحظه صحبت کنید؟ خواهش میکنم. یکی از پروژه مهم ما که است پروژه
افغان دموکراسی است که ما توسط از این پروژه میخواهیم حق رأی بر تمام افغانای خارج از کشور بگیریم. فعلا در تمام کشورها اگر ببینین تمام اتباع کشورهای دیگه این حق دارن، میتونن در خارج از کشور اونمو قانون اساسی انتخابات خود در خارج هم تطبیق کنن. بله. اما متاسفانه که مردم افغانستان این کار انجام نشده. ما میخوایم این حق بگیریم و قابل یادآوری است که به اصطلاح این تنها برای افغانایی که پاس افغانی دارن نیست، بلکه برای تمام مردم افغانستان است، کسایی که خارج زندگی میکنن، حتی کسایی که به اصطلاح پاس کشورهای دیگر را دارن. یعنی بسیار مهم است و ما از مردم تقاضا میکنیم که به ما را کمک کنن در این راه تا بتونیم این امکان برای کلگی ایجاد بکنیم. که چه رقم میتونن کمک کنن، میتونه فواد جان بر ما بگوید که از چی راه ها میتونن به ما کمک کنن. بله، یک چند روز یکشنبه که است در پروگرام خانم سجا اینجوری یادآوری شدن، گفتن که مسئله انتخابات چرا ما نمیتونیم سهم بگیریم. اونجا متاسفانه پروگرام ما نبود، کسی میگفت میگفتن که اینی جوابش داشت اتحادیه از کسی دمی رشته یا کار میکنن، فعال هستن. ما خودم یک چند وقت پیش در افغانستان بودم و کمیسیون انتخابات تماس گرفتیم اونجا. ما با هم صحبت و هم کلام بله، در پیش کمیسیون انتخابات رفتم، براشون پیشنهاد خود طرح را پیش کردم، گفتم که ما چرا یک نداشته باشیم. ما اونجا کسی امرخیل صاحب که زوم معرفی شدم، که دکتر صاحب پوتکی ها معرفی شدم که معاون رئیس کمیسیون انتخابات است. خود دکتر صاحب پوتکی برام گفت شما کار شما کار قانونی است. ما در این مرحله یک ذره وقت ما کم است، زیر فشار وقت نمیتونیم، اما در مرحله دومی شما باید این مسئله اشتراک کنید. یعنی ما بسیار یک چانس کلان برای ما کسی که اینجا برابر شده و ما توسط ازی میخواهیم که یک سایت اینترنت خود ما یک فرمولار جور کنیم، یک پتیشن است که دو امضای مردم جمع میکنیم، امضای الکترونیکی. مهمونمو امضاست که از طرف بله ما میتونیم توسط از امضا برای کمیسیون انتخابات نشان بدیم که افغانان در افغانستان در خارج زندگی میکنن که و هم این حق خود میخوان که به دست بیارن و اگر ما همکاری کنن هنوز بهتر و زودتر میتونیم این مسئله که ما در کار بردیم. ما میتونیم توسط راه تکنیکیش برش جور کنیم، راه لوجستیکیش جور کنیم که افغانان در خارج هستن که در انتخابات سهم گرفته بتون و کسی که صفحه ما بره که امضا کنه، این توسط قانون برشون این حق داده، صرف امکاناتش نیست و ما برشون باید نشون بدیم که افغانان بسیار تعدادشون زیاد هستن که این مصارف هم دیگه کنن که خارجا که ما دیگه کمک کردن، خود افغانستان باشه، دولت افغانستان که ما کمک کردن. بیننده های تلویزیون پیام افغان، اگر شما میخواهید که معلومات زیاد به دست بیاری، شما میتونید به سایت روی پرده تلویزیون نگاه کرده و میتونید چیز معلومات به دست بیاری. شما به طور مستقیم میتونید حالی برید در اینترنت رسس در سایت اینترنت. بیننده های تلویزیون پیام افغان، تا برنامه آینده شما را به خداوند متعال بخشاینده میسپاریم. وقت خوش، خدا حافظ. خدا حافظ شما.